جشن مکرم و فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان طبق نقش چهاربینی در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ایستراوشان ترتیب داده 450 انشاءات بنیاد و نوسازی کلی گردانده می شود که قسم بیشترش را آبادانی راه و پلها و نظربای زیبا گردانده میدان و خیابانها تشکیل می دهد. با فرارسه فصل بهار گلفشان و گرم شدن حرارت هوا امروز شناندن گلهای رنگی بهاری در گلگشت و خیابانها دو کنار راههای کلان میدان و کوچه ها منفرج کنی راههای کلان اهمیت بین المللی جمهوری و محلی داشته با اوج تازه جریان گرفت و 5 کیلومتر راه کلان اهمیت جمهوری داشته کاملا قرپوش کرده شد. این عمل سازنده نخست در 2.5 کیلومتر راه کلان موضع گردش دهه یکبید جماعت دهات صبرستان تا اداره جمعیت دارای مسئولیت محدود نقلیات مسافرکشانی دوستی و شهرک ایستراوشن جماعت دهات زرحلال خیابانی به نام اسماعیل سامانی انجام برقرار گرفت. مبلغ گذاری منفرج کنی راه با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق با آخر رسانیده شد. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ایستراوشان با دستگیری صاحبکاران باننگ و ناموس و سربلند شهر باستانی در ادامه کارهای آباد و زیباگردانی باز 1 کیلومتر راه کلان نقلیاتگرد را با صفت بلند و جوابگوی طلبات معیارهای بین المللی منفرج گردانیدند. مسئولین و مهندسان و اهل مهنت جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل روزهای گرم فصل بهار سبز قبا و ورود نوروز بین المللی را با منفرج کنی 1 کیلومتر راه کلان کارخانه نوتاسیس تا شاهراه دوشنبه ایستراوشان خوجند چناق استقبال گرفتند. در بابت با صفت طلبات نظامنامه استفاده و نگهداری راههای نقلیاتگرد وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان جوابگو قرپوش کردن راههای موجوده حصه نقلیات و تجهیزات و تکنیک‌های منفرج کننده کارخانه استحصال منقری ولایت سوق و شهر ایستراوشان نظر است ارزیابی کرده می شود. در روند تعمیر کلی راههای کلان نقلیاتگرد همزمان در این شهر باستانی تاریخی زیاد از 2500 سال داشته با اقدام آبادگرانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و دستگیری مولوی صاحبکاران سربلند و با فرهنگ جهت استقبال سزاوار از جشن مکرم و ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد و نوسازی انشاءات صنعتی خدمترسانی معارف تندرستی و فرهنگی و ورزشی با مرام ادامه دارد.